سلامی دوباره خدمت شما همراهان گرامی روشهلا تیوی. در خدمت شما هستیم با این بخش خبری امروز یک شنبه 11 فروردین 98 خورشیدی. افزایش خطر سیل در برخی از نقاط ایران و کردستان قوت گرفته است. در حالی که خطر جاری شدن سیل در برخی از نقاط ایران و کردستان کماکان وجود دارد، ارگان‌های حکومتی و کارگزاران یکدیگر را به کمکاری و ناتوانی در کنترل بحران سیل محکوم می‌کنند. مسئولین حکومتی همواره اعلام می‌کنند که تمهیدات لازم در جهت مقابله با جاری شدن سیل صورت گرفته، اما نقش انسانی و ناکارآمدی ارگان‌های مرتبط با سیل از جمله مدیریت بحران بر تشدید وضعیت بحران در مناطق سیل زده دامن زده است. پس از اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مبنی بر دخالت‌های بیمورد سپاه و تخریب برخی از راه‌های مواصلاتی و یا ریل‌های راه آهن در جهت به اصطلاح هدایت سیل به خارج از محدوده شهرها، پاسدار محمد علی جعفری نیز در واکنش به اظهارات روحانی تلویحاً از بی‌کفایتی و ناکارآمدی نهادهای دولت حسن روحانی انتقاد کرد. ناگفته نماند که ارگان‌های حکومتی عملاً هیچ اقدام جدی در راستای پیشگیری از وقوع سیل صورت ندادند و ورود نیروهای نظامی به مناطق سیل زده نیز با هدف ممانعت از آشوب و سرکوب اعتراضات مردمی صورت گرفته است. ژاکان باران، فعال فرهنگی اهل ملکشاهی ایلام، کماکان در اعتصاب غذاست. حسین باقری، متخلص به ژاکان باران که پیشتر در مورخه 29 اسفند ماه سال گذشته و در جریان برگزاری مقدمات مراسمات نوروز در منطقه ملکشاهی ایلام از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، همچنان در اعتصاب غذا و بازداشت به سر میبرد. این شاعر کرد و فعال فرهنگی هنگامی که به رفتار نیروهای اطلاعاتی و افراد وابسته به حکومت در ممانعت از برگزاری مراسمات نوروزی در ملکشاهی ایلام اعتراض کرده بود، از سوی عوامل حکومتی بازداشت شد. یک جوان مریوانی به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. دیروز شنبه 10 فروردین ماه سال جاری، یک جوان 22 ساله کرد با هویت سلمان افرا از اهالی روستای بزرگدهنه از توابع مریوان از سوی دستگاه قضایی رژیم به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. نامبرده پیشتر به اتهام همکاری با یکی از احزاب کردی بازداشت و در دی ماه سال گذشته با تأمین قرار وثیقه 50 میلیون تومانی تا برگزاری دادگاه به صورت موقت آزاد شده بود. لازم به ذکر است که از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون دست کم 100 شهروند کرد به اتهامات مختلف از سوی نهادهای امنیتی و نظامی رژیم بازداشت شدند. تشکیل پرونده جدید برای زندانی سیاسی کرد در زندان ارومیه. بر اساس خبرهای منتشر شده، کامران درویشی، زندانی سیاسی کرد که در زندان ارومیه در حال گذراندن محکومیت 5 ساله خود می باشد، اخیراً به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی در این شهر منتقل و با گشایش پرونده جدید اتهامات اخلال در نظم زندان و توهین به مقدسات به وی تفهیم شده است. این پرونده سازی با دخالت نهادهای امنیتی به خاطر مشارکت نامبرده در اعتصاب گسترده زندانیان و در درگیری‌های مهر ماه سال گذشته در زندان صورت گرفته است. کامران درویشی 13 اردیبهشت ماه سال 95 خورشیدی توسط نیروهای وابسته به اطلاعات بازداشت و پس از محاکمه توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب در ارومیه به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کرد به 5 حبس حبس تعزیری محکوم شد. لازم به ذکر است در همین رابطه در اسفند ماه سال گذشته 4 زندانی سیاسی محبوس در این زندان با اسامی حمید رحیمی، کمال حسن رمضان، احمد تموعی و تورج اسماعیلی به این دادسرا منتقل شده و به دلیل همکاری با احزاب اپوزیسیون کرد تفهیم اتهام شدند. بیانیه بیش از 80 تشکل کارگران ساختمانی.
بیش از 80 تشکل کارگران ساختمانی در بیانیه‌ای مشترک خطاب به مسئولین ضمن تاکید بر خطوط کلی و اصلی مطالبات خود خواستار روشن شدن صریح دستمزد کارگزاران ساختمانی شدند. در این بیانیه عنوان شده است که چرا برای کارگران ساختمانی نیز همچون دیگر کارگران در ایران یک قیمت قانونی مصوب نمی شود تا که کارفرما نیز از آن تبعیت کند. در ادامه این بیانیه به بخش‌هایی از خواست‌ها و مطالبات کارگران از جمله تعیین دستمزد برای تمامی رسته‌های ساختمانی به صورت منطقه‌ای، کاهش سن بازنشستگی، تعریف کارهای ساختمانی به عنوان مشاغل سخت و پرمخاطره، پرداخت غرامت کارهای ساختمانی ناشی از کار و غیره بدون هیچ شرطی و اجرای قانون واریزی حق بیمه کارگران ساختمانی با 7% حداقل حقوق قانون کار اشاره شده است. عزیزان و همراهان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم.